بعد از مراجعت‌های با تکرار حامیان حقوق و سازمان ملل، مقامات تاجیکستان در نهایت زورآوری در عائله را با عنوان جنایت به طرح نو کودکس جنایی وارد کردند. در صورت قبول این طرح ممکن است مرد یا هر عضو دیگری عائله را که به همسر، خواهر یا خویش دیگرش جبر و ظلم می‌کند تا به 7 سال زندان محکوم کنند. در طرح کودکس نو که به دست رادیو آزادی رسید، در ماده 153 کودکس با نام زورآوری در عائله جزاهای گوناگون از جمله کار مجبوری هم تعیین شده است. بر اساس این ماده ممکن است هر عضو عائله را که با استفاده از ناتوانی و یا پایبندی عضو دیگر او را لط و کوب می‌کند، آسیب می‌رساند و یا از امکانات اقتصادی محروم می‌کند، از 120 ساعت تا 6 ماه کار مجبوری و یا تا 40 روز زندان محکوم کنند. در تاجیکستان زورآوری در عائله بخصوص به زنان و دختران به گفته حامیان حقوق به یک رسم تبدیل یافته است و مقامات رسمی هم به این مسئله داغ از پس پنجه می‌نگرند. به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان از هر پنجمین زن یکی از آنها به زورآوری دچار می‌شود و سالهای اخیر هم خشونت به همسر و یا خواهر و دیگر اعضای عائله زیاد شده است. مؤلفان طرح نو کودکس جنایی پیشنهاد کردند که اگر فردی به چند عضو عائله جبر و ظلم کند و اگر خشونت را به زن حامله و در حضور نابالغ روا بیند، باید جزای سخت‌تر بگیرد. بر طبق پیشنهاد این گونه افراد باید تا به 3 سال زندان محکوم شوند. در بند سوم ماده 153 آمده است که اگر زورآوری باعث خودکشی، سخت آسیب دیدن کسی و یا مرگ بیشتر از 2 نفر شود، جزای عامل زورآوری باید نه کمتر از 7 سال زندان باشد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که وارد کردن ماده مخصوص برای زورآوری در عائله یک قدم دیگر برای ریشه‌کن کردن این ظهورات بد در جامعه میباشد. بنا به امور رسمی تنها در سال 2016 تا سال 2020 مقامات انتظامی 489 پرونده زورآوری در عائله را ثبت کردند که از این میان 151 قتل زن یا عضو دیگری عائله و 161 پرونده به خودکشی رسانیدن بوده است. 2 سال پیشتر دیدبان حقوق بشر، یک سازمان معتبر حامی حقوق، با نشر یک گزارش مخصوص درباره زورآوری در عائله در تاجیکستان گفت زورآوری به زن در خانواده مشکل جدی میماند، ولی حکومت تاجیکستان برای رفع آن به قدر کافی تلاش نمیکند. در این گزارش زیر نام خشونت در سر هر قدم نمونه‌های ترسناک جبر و ظلم به زنان آمده است و بعضی از بانوان گفتند شوهر یا دیگر مرد خانواده آنها را تجاوز میکنند، با خشت یا دستمال داغ آنها را میزنند و یا از آب و غذا محروم میسازند. وارد کردن ماده مخصوص برای مبارزه با زورآوری در عائله ظاهراً یک سعی دولت تاجیکستان برای اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش است که وعده داده است برای حمایت از حقوق زن و بالا بردن مقام او در جامعه تلاش خواهد کرد.